سلام، خیلی خوش اومدین. امروز میخوام راجع به 2 گروه صحبت کنم باهاتون. گروه اول گروهی هن که یک نفری رو توی زندگیشون دارن که از نظر مالی اونا رو ساپورت میکنه. حالا میتونه پدر باشه، مادر باشه، دوست باشه یا چیزای دیگه. این آدم ها نسبت به گروه دوم از نظر اینکه دغدغه داشته باشن برای اینکه چجوری باید پول به دست بیارن، چه کاری باید انجام بدن، خب دغدغه خیلی کمتری دارن. بعضیاشون هم اصلا هیچ دغدغه‌ای ندارن. اصلا به اینکه این روش درستی یا غلطی کاری ندارم، به من ربطی نداره، قضاوتی هم نمی کنم، چون من خودم جزو دسته دومم، واسه همین به دسته اول هیچ کاری ندارم. دسته دوم اونایی هستن که خودشون دارن کار میکنن، خودشون باید آیندهشون رو بسازن و این درآمده براشون مهمه. خود گروه دوم رو هم به 2 دسته ما میتونیم بیایم تقسیم کنیم. یکی کسایی که برای یک نفر دیگه ای دارن کار میکنن، یکی کسایی که برای خودشون دارن کار میکنن و خودشون انگار یک کسب و کاری دارن. گروه دوم اگر که جای درست و حسابی کار بکنن، طبیعتاً ذهنشون از این جهت آرومه که میدونن حقوقشون چقدر هر ماه، میدونن توی چه تاریخی قراره براشون واریز بشه و خب بدون استرس و بدون اضطراب میتونن درست و حسابی برای اون پولی که دارن بیان برنامه ریزی بکنن. حالا یه سری از افرادی که توی این دسته هستن به این کاری که دارن انجام میدن، به این حقوقی که دارن میگیرن قانعن، میگن خدا رو شکر توی این شرایط هستیم، یه حقوق ثابتی داریم میگیریم، به همین راضیم. و این شرایط هم شرایطی که خیلی از پدر مادرهای ما انگار که دوست دارن ما یه همچین کاری انجام بدیم، دوست دارن یه کاری انجام بدیم با حقوق ثابت، با بیمه، که خیالشون راحت باشه که بچه‌ها مثلا کار و پول و درآمدش تضمین شده است. ولی از اون طرف توی شرایطی که الان داریم ما، مثل قبل فکر نمی کنم باشه که با درآمدی که از این کارها میشه به دست آورد یه کار بزرگی بشه انجام داد. منظورم از کار بزرگ اینه که مثلا پس انداز بکنیم این پولا رو بتونیم خونه‌ای بخریم، بتونیم ماشینی بخریم. فکر نمی کنم الان، یعنی ممکنه جاهای خیلی محدودی باشه که اونقدری به شما حقوق بدن که بتونین همچین کاری انجام بدین. از طرف دیگه هم خب پیشرفت توی این کارها یه سقفی داره دیگه. از یه جایی به بعد دیگه نمیتونی بیشتر از اون جایگاهی که داری رو داشته باشی، واسه همین همونجا متوقف میشی. میگم بعضی قانعن به این قضیه، به این جایگاه، ولی بعضی دیگه قانع نیستن. به این فکر میافتن که خب این درآمدی که من از این کار دارم کفاف زندگیمو نمیده، چیزایی که میخوام رو نمیتونم باهاش تهیه بکنم. میرن به این فکر میافتن که یه کار دومی داشته باشن. در طول روز از ساعت 8 صبح مثلا تا ساعت 5 بعد از ظهر سر کار اولشون بودن، از 5 بعد از ظهر تازه بعد برن دنبال کار دوم. تو این حالت ممکنه که به اون درآمدی که دلشون میخواد برسن، ولی عملاً کل روز رو دارن کار میکنن. عملاً انگار زندگی نمیکنن، زندگیشون کلاً شده کار. بعد توی این وضعیت به این فکر میافتن که خب این که نشد که من دارم واسه یکی دیگه کار میکنم، درآمدم هم اون چیزی نیستش که میخوام، زندگیم هم خوب نیست، پس بیام برای خودم کار بکنم، برم کسب و کار خودم رو راه بندازم. چیزی که احتمالاً خیلی ها درگیرش هستن، ولی این نگرانی رو هم دارن که آیا من اون کسب و کار جدیدم رو که بخوام راه بندازم به اون چیزی که میخوام میرسم؟ یه وقت اینجوری نشه که من این کاری که حقوق ثابت داره، یه حقوق امنی داره رو ول کنم برم دنبال یه کاری که خودم راه بندازم، ولی اونم از دست بدم، یعنی از جایگاهی که الان دارم، از اون درآمدی که الان دارم باز هم بیام پایین‌تر. خب کسب و کار شروع کردن هم اصلا کار ساده ای نیست و اینجوری نیستش که آدم خیلی زود به درآمد برسه. خیلی ها رو شاید ما ببینیم که کسب و کار دارن، اوضاعشون هم خیلی خوبه، فکر کنیم که نه خیلی چیز راحتیه، ولی واقعا زمان بره، واقعا همینجوری الکی نیستش رسیدن به اون درآمد، زحمت داره. این زحمت هم میکشیم خودمون، به یه درآمدی میرسیم. اینجا دیگه کسی نیستش که بالا سرمون باشه به همون دستور بده، بگه از این ساعت تا این ساعت باید کار کنی. اگر به کارمون علاقه داشته باشیم، خودمون دلمون احتمالاً میسوزه، سعی میکنیم بیشتر کار بکنیم، ولی به جایی میرسیم که دیگه توانمون محدوده، زمان یک نفر محدوده. خب اینجا دوباره یا قانعیم به چیزی که الان به دست آوردیم یا قانع نیستیم. اگر قانع نباشیم باید بریم دنبال این که کارمون رو گسترش بدیم. گسترش دادن کسب و کار چیزیه که دیگه واقعا پوست کلفت میخواد، چیزیه که پوست خیلی کلفت میخواد، به شدت دردسر داره،
اینجوری بگم، اگر که بخواین این کار رو انجام بدین باید استرس کشیدن، باید اضطراب کشیدن رو بپذیرین. بدون استرس و بدون اضطراب نمیتونین چنین کاری رو انجام بدین. گسترش دادن یک کار خیلی المان ها نیاز داره، خیلی دانش ها شما باید داشته باشین، خیلی توانایی ها باید داشته باشین، ولی این رو بدونین که از بیرون قشنگه. آدم هایی که کسب و کار دارن از بیرون خیلی دارن قشنگ دیده میشن، از درون اصلا شرایط خوبی نخواهند داشت، احتمال خیلی زیاد. استرس و اضطراب خیلی شدیدی رو باید تحمل بکنین و سر همه اینا هر کسی نمیتونه چنین کاری رو انجام بده. هر کسی نمیتونه کسب و کار خودش رو داشته باشه و کسب و کارش رو بیاد گسترش بده. ما کسب و کارمون الان بزرگ نیست ولی در حال گسترش دادنش هستیم و خیلی مراحل سختی رو گذروندیم که الان من دارم راجع بهش صحبت میکنم. استرس و اضطرابا در مورد خیلی چیزا میتونه باشه، از حقوقی که به کارمندا باید بدین هست، از اجاره جایی که دارین هست، از هزینه‌های جانبی، پول برق و گاز و نمیدونم سیستم و حالا اینجور چیزا هم که جای خود. یه سری استرس اضطرابای دیگه هم دارین، نمیدونم اماکن ممکنه بهتون گیر بده، اداره مالیات هست، بعد همه این چیزاتون شفاف باشه. بعد همه این کارا هم که شفاف انجام میدین میرین جلو. ما سر کار خودمون از اول کاملا شفاف رفتیم جلو که خیلی هم مخالف بودن، با همون گفتن آقا مثلا چرا باید بری واسه خودت همین اول کاری پرونده مالیاتی درست بکنی بخوای مالیات بدی؟ آقا ما میخوایم استرسش رو نداشته باشیم، از اول درست و حسابی بریم جلو. این کارو کردیم. بعد به من زنگ زدن گفتن که آقا شما داری مثلا پولشویی میکنی این وسط. گفتم که من چرا باید پولشویی بکنم؟ من همه چیزام مشخصه، همه مدارک اومدم ارائه دادم، ما داریم مالیات میدیم برای کاری که داریم انجام میدیم، همه مجوزا رو داریم، چرا باید اینجوری باشه؟ گفتن نه شما روتون حساس شدم، باید بیان کاملا توضیح بدین که چیکار دارین انجام میدین و این داستان. که باز من رفتم این کار رو انجام دادم و اونا پذیرفتن، گفتن خب نه شما پولشویی نمی‌کنی. سر یه داستانای دیگه‌ای دوباره اومدن حسابمون رو بستن. رفتم گفتم که واسه چی حسابو بستین؟ گفتن که شما هم دوباره مشکوک به پولشویی و اینا بودین. گفتم آقا من اومدم مدارک رو ارائه دادم، چرا حساب من رو بستین؟ گفتن که راست میگین، آره اینا درست بوده، نباید این کارو میکردیم، الان درست شده. یه سری استرس‌ها و اضطراب‌ها اینجوری وجود داره. شرایط کشورم که میدونیم، هر چند وقت یه بار ممکنه یه سری اتفاقات بیفته که کشور بریزه به هم و کسب و کار شما به یه سری مشکلات بخوره، یه جاهایی متوقف بشه، یه جاهایی مجبور باشین تعدیل نیرو انجام بدین، یه سری برنامه ریزی ها کرده باشین برای اینکه تو یه سری تاریخ ها یه سری کارها انجام بدین، اینا هم از بین بره و همه اینا باعث میشه که این استرس و اضطراب به شما وارد بشه. اگر که مثلا یه مدت شما کار نکنین، پول اجاره رو دیگه ندارین بدین، پول کارمنداتون رو ندارین بدین، کارمندا ازتون ناراضی میشن، اینا همه ضربه میزنه به کسب و کارتون. از همه اینا مهمتر وقتی شما این استرس و اضطراب رو دارین میکشین، 2 تا اتفاق براتون میفته. یه آدمی هستین که این استرس و اضطراب رو با پرخاش جواب میدین، یعنی تبدیل میشین به یک آدم پرخاشگر برای اینکه اون استرس و اضطراب از خودش دور بکنه، پرخاش میکنه، داد و بیداد میکنه. یا یه آدم دیگه ای هستین مثل من، اینا رو میریزین تو خودتون که تو این حالت، نمیگم حالت اول خوبه، حالت اول انگار به بقیه آسیب میزنین، حالت دوم به خودتون آسیب میزنین. وقتی میریزین تو خودتون، این استرس، این اضطرابه تبدیل به یک بیماری میشه توی شما. حالا تو هر آدمی ممکنه که حد و حدودش متفاوت باشه، اینکه چه بیماری بره سراغش متفاوت باشه. یکی قلبش درد میگیره، یکی مشکل گوارشی پیدا میکنه، یکی یه سری التهابات تو بدنش اتفاق میفته، ممکنه التهاب مفاصل باشه، ممکنه کمردرد باشه. استرس و اینا میدونیم که خیلی بیماری‌ها میتونه به وجود بیاره و مطمئن باشین این رو از من بدونین که خیلی ها که کسب و کار دارن درگیر این موضوعات هستن، خیلی دارن اصلا دارو مصرف میکنن بابت کم شدن این استرسه و اصلا کار ساده ای نیست. ولی لطفی که شما میتونین به خودتون بکنین اینه که در طول مسیر زندگیتون، چه کسب و کار دارین چه ندارین، چه برای کسی کار میکنین چه برای خودتون دارین کار میکنین، یک درمانگر حتما همراه خودتون داشته باشین. دائم با یک درمانگر صحبت بکنین
شرایط شما رو بررسی بکنه. خیلی نکات مثبتی شاید در مورد خودتون بدونین و فکر کنین واقعا این نکات مثبتیه، در صورتی که اینا همه نکات منفیه که داره به خودتون آسیب میزنه. شما از اینا خبر ندارین. وقتی که با درمانگر صحبت میکنین تازه میفهمین چه مشکلاتی دارین. خیلی فکر میکنن که حتما باید یک مشکلی براشون پیش بیاد تا برن پیش درمانگر، تا برن پیش تراپیست، ولی اینجوری نیست. حتی اگر فکر میکنین که سالمین، حتی اگر میدونین مشکلی ندارین، حتما یک تایمی رو بذارین به طور منظم پیش تراپیستتون برین، باهاش صحبت بکنین، بذارین بدونه که چه خبره، بذارین راهنماییتون بکنه. توی شرایط الان جامعه این استرس رو هممون داریم، افسردگی رو تا حدی هممون داریم. واسه همین این خیلی میتونه کمک بکنه به ما که بتونیم زندگی رو خیلی بهتر بریم جلو. درسته که یک هزینه‌ای داره تراپی رفتن، هزینه‌ش هم اونقدرها کم نیست، خیلی وقتا هم قابل توجهه، ولی سرمایه گذاری دارین میکنین شما برای سلامتیتون. یه سرمایه گذاری میکنین که آدم سالمتری باشین که بعداً بتونین بهتر کار بکنین، خیلی بیشتر از اون پولی که بابت تراپی دارین خرج میکنین و خودتون در بیارین. خیلی وقتا این استرس، این اضطراب، این افسردگی شاید تو مراحل اولیه‌اش باشه، با یه سری تمرین‌ها حل بشه، ولی اگر بهش توجه نکنیم باعث میشه که اوضاع خیلی خراب بشه، بیماری خیلی شدید بشه و خیلی وقتا دیگه جبران ناپذیر میشه این قضیه. خیلی حرفام دلیه سر اتفاقاتی که تازگی هم واسمون نیفتاده ها. تقریبا میتونم بگم 2 سال و نیمه که ما درگیر این قضایا هستیم سر کسب و کار خودمون، که همه فکر میکنن که خیلی اوضاع خوبه، هم میگن کاش ما جای شما بودیم و این داستانا، ولی خبر ندارن که چه فشارهایی رو هم ما تحمل میکنیم. برای ما تحمل این فشارها لذت بخشه، چون این کسب و کارمون مثل انگار بچه‌مون میمونه که داریم بزرگش میکنیم و دیدن موفقیتش لذت بخشه برامون، هرچند که یه سری فشارها رومون هست ولی برامون لذت بخشه. ولی چیزیه که وجود داره و باید قبولش بکنیم. اگر که فکر میکنین توانایی تحمل این فشارها رو توی شرایط الان دارین، بسم الله، کسب و کارتون رو شروع بکنین، سری آموزش ها ببینین که اون دانش و توانایی ها رو هم برای این قضیه داشته باشین و حتما بهتون توصیه میکنم که یک درمانگر کنار خودتون داشته باشین که خیلی شرایط براتون بهتر بره جلو. لزومی هم نداره اگر که میگین وقتتون کمه، وقت ندارین پیش تراپیست برین، حتما حضوری برین پیشش. تراپیست هایی هم هستن که به صورت تصویری میتونن با شما صحبت کنن، حتی به صورت تلفنی میتونن باهاتون صحبت بکنن. اگر خودتون کسی رو نمیشناسین میتونین توی اینستاگرام به من پیام بدین، من میتونم بهتون معرفی بکنم یک درمانگر خیلی خوب که بتونین ازش کمک بگیرید. همین، میخواستم راجع به این قضیه صحبت کنم، بگم که حواستون به خودتون خیلی باشه. خیلی همون خودمون رو یادمون میره، انقدر درگیر کار میشیم، انقدر درگیر یه سری مسائل میشیم که سلامتیمون یادمون میره و جایی یادش میافتیم که دیگه خیلی دیره. اگه قبلش هی تو ذهنمون این آرزوها بوده یا اولین دعایی که میکردیم بوده که مثلا پول دارشیم، کارمون اینجوری شه، اوضاعمون خوب بشه، این اولین آرزوه، این اولین دعاه تبدیل میشه به سلامتی، تبدیل میشه به اینکه همیشه دعا کنین، آرزو کنین که آدم سالمی باشین و سلامتیتون برگرده. حالا اینو راجع به خودم نمیگم و کلاً داشتم میگفتم. خلاصه که حواستون به خودتون باشه. اگر هم سوالی داشتین توی اینستاگرام هم میتونین ازم بپرسین. خدافظ.